ژله پروتئینی مگه میشه؟ مگه داریم؟ هم میشه هم داریم. تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا بهتون یاد بدم چجوری یه ژله پروتئینی خوشمزه درست کنید. شکرململوکیه عزیز سلام، امیدوارم حالتون عالی، تنتون سلامت و جیبتون پرپول باشه. امروز همراهتون هستم با طرز تهیه یه ژله خوشمزه پروتئینی. این ژله برای ورزشکاران میتونه مناسب باشه چون سرشار از پروتئینه. برای درست کردن این ژله ما نیاز به یه پودر ژله داریم که من از پودر ژله لیمو استفاده کردم و ماست یونانی. ماست یونانی تو میتونه از هر برندی باشه. من از پگاه استفاده کردم. همونطور که میبینید این ماست 135 گرم پروتئین داره و ارزش غذاییش هم توی فیلم میتونید ببینید. خب اول باید 1 لیوان آب جوشیده شده رو داخل کاسه‌ای که میخوایم پودر ژله رو مخلوط کنیم بریزیم. توجه داشته باشین که حتما برای یک بسته ژله 1 لیوان آب جوش استفاده کنیم. بعد ژله رو از بسته‌اش جدا میکنیم و پودرش رو داخل آب جوشمون میریزیم و با همزن یا چنگال یا همزن دستی و برقی فرق نمیکنه شروع میکنیم به هم زدن پودر ژله با آب جوش. اونقدری هم میزنیم که کاملا دونه های ژلاتینی و دونه های شکر ژلمون حل بشه در داخل آب جوش و کاملا یک دست بشه. توصیه من به شما اینه که برای این ژله حتما از طعمی استفاده کنید که طعم ترشی داشته باشه، چون میوه های ترش و طعم های ترش مزه بهتری با ماست یونانی دارن و خوشمزه تر میشن، اما در کل سلیقه‌ای هستش. برای همین من از پودر ژله لیمو استفاده کردم توی این ویدیو. خب اونقدری هم میزنیم تا کاملا محلولمون یک دست بشه و هیچ دونه ای از ژله، پودر ژله و شکرها و ژلاتینش داخل آب جوشمون باقی نمونه. همونطور که میبینین کاملا یک دست شد. حالا برای اینکه ماستمون وقتی اضافه میکنیم به این ژله نبره و بریده نشه و یک دست بشه ترکیبمون، باید این محلول ژلمون رو تقریبا 1 رو بلا 20 دقیقه بذاریم داخل دمای محیط تا به دمای محیط برسه و از اون جوش بودنه و داغ بودنه در بیاد. خب الان 1 رو بهش استراحت دادیم. حالا ماست رو بهش اضافه میکنیم. حتما توجه کنید که ماستتون یونانی باشه، چون ماست یونانی هستش که پروتئین اضافی داره. تقریبا به 1 بسته ژله ما 2 قاشق پر ماست یونانی اضافه میکنیم و دوباره ترکیب رو اونقدر هم میزنیم که کاملا یک دست بشه و هیچ دونه ای باقی نمونه، چون هم ژلمون خوشگل تر میشه همین که طعمش خوشمزه تر میشه. هم زدن رو انقدر ادامه میدیم تقریبا 3-4 دقیقه میشه دیگه این هم زدن ما. علاوه بر پودر ژله لیمو من پودر ژله بلوبری رو هم خیلی بهتون پیشنهاد میکنم، چون یه ترکیب ترشی خاصی با ماست پیدا میکنه که واقعا خوشمزه است. خب ترکیبمون یک دست شدش. حالا میخوایم اینو بریزیم داخل قالب ژلمون، یا اینکه میتونیم توی ظرف ساده بریزیم، اما اگه بخوایم توی قالب ژله بریزیم ترکیبمون رو حتما با یه روغن بیبو مثل روغن گیاهی یا روغن مایع در واقع با فرچه یا دستمال کاغذی سطح قالبمون رو چرب میکنیم به صورتی که هیچ نقطه‌ای بدون روغن باقی نمونه.
کاملا اون قسمت های شیارهاش و قسمت وسط قالب همه جا رو باید آغشته به روغن کنیم. اما توجه کنید که روغن اونقدری هم زیاد نباشه که ژلمون حالت چرب پیدا کنه و حتی توی طعمش تاثیر داشته باشه. تقریبا برای این قالب ژله 3 قطره روغن کافیه واقعا. خب تقریبا همه قسمت‌های سطح قالب ژله ما به روغن آغشته شدش و علت روغن زدن اینه که خیلی راحت و سریع ژله از قالب جدا بشه و اون بافت و ترکیب خودش رو از دست نده. خب حالا ژله رو بهش اضافه میکنیم. خیلی آروم اضافه میکنیم تا هم کف نکنه و همین که این ور اون ور نپاشه. یه مقدار کف طبیعی هستش که روش ایجاد بشه. برای اینکه این مقدار کفش رو کم کنیم میتونیم یه 10 دقیقه یه ربع توی همون دمای محیط بذاریم تا از این کفش کم بشه، بعد بذاریم یخچال. خب حدود 3 ساعت داخل یخچال باید بذاریم و همونطور که میبینید ما از یخچال درش آوردیم و کاملا سفت شده ژله ما و خودشو گرفته. حالا با چاقو لبه های قالب رو از ژله جدا میکنیم، خیلی آروم که هم ژله آسیب نبینه اما در عین حال از قالبمون هم جدا بشه. اون قسمت وسطش رو هم حتما یادتون باشه که جدا کنید. با توجه به این که ما چرب کردیم سطح قالبمون رو، خیلی آسون از قالبمون ژله جدا میشه. نگاه کنید حتی با یه ذره با انگشت هم جدا میکنیم و در نهایت اون ظرف سرو که میتونه بشقاب باشه رو روش قرار میدیم و قالب رو برمیگردونیم و اینجوری خیلی راحت و آسون ژله از قالبمون جدا میشه بدون هیچ استرسی. این هم یه ژله پروتئین فوق العاده خوشمزه. انصافا طعمش خیلی خیلی خوشمزه میشه با میوه‌های ترش و علاوه بر اون که خب ارزش غذایی بالایی هم داره از لحاظ غنی شدن به پروتئینی که داره. بر همون پیشنهاد میکنم علاوه بر ورزشکارا، افراد عادی هم حتما این روش رو امتحان کنن و نوش جان کنن. مطمئنم که پشیمون نمیشین. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. اگه از ویدیو و آموزشمون خوشتون اومد حتما لایک کنید. لایکاتون بهمون انرژی میده. اگه هم سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. مراقب خودتون باشید. ممنون.